یادم رفت اصلا توضیح بدم. یه قسمت جذاب تور فرازمینی یا دوچرخه سواری تو دل طبیعته. هم حس پیوند به طبیعت رو داشته باشیم، هم ورزش بکنیم، هم از طبیعت انرژی بگیریم، به طبیعت انرژی بدیم، از طبیعت انرژی بگیریم، به خودمون انرژی بدیم. با سری دوچرخه‌های جذابمون که از استانبول ترانسفر شده مخصوص این تو بیاد اینجا و ما استارتش رو بزنیم. میریم که تو طبیعت عشق که پارت اول با ماشینم، پارت دوم دوچرخه سوار میشم به خاطر اینکه رزرویامون خیلی زیاد بوده واسه دوچرخه. ولی اول این بچه‌ها اینجا قراره که نرمش بکنن، بدنشون حاضر بکنن یک دوچرخه سواری جذاب همراه با مربی حرفه‌ای که پریسای عزیزم یکی از مربیای جذاب و حرفه‌ای استانبول هستن که لاین دوچرخه داره، هر هفته میبره و من اسمشون آقا نادر عزیزه که ایشون هم با ایشون حرف زدم. بله آقا نادر عزیز که از مربیای درجه یک هستن. میریم که داشته باشیم تصویر مسیر ماشینگوه. لطفاً یه ردیفی از سمت راست حرکت کنید و در حین دوچرخه سواری دست کسی تلفن برای فیلم برداری عکاسی نبینید. اگر ببینید دوچرخه‌های برمی‌دارید بذارید تو ماشین. آمون تصادف با خطر است. لطفاً رعایت کنید. ترمز جلو سمت راست سمت چپ هستش. ترمز عقب سمت راست. تو سرازیری یه دونه ترمز جلو رو بزنید، دو تا عقب رو همزمان نگیرید که کله کنه دوچرخه. خیلی توجه کنید. ترمز سمت چپ برای جلو هستش. کدوم سرازیری؟ یکی جلو، دو تا عقب. بله فلش بزنید. بیشتر با ترمز عقب کار کنیم بهتر و بنفع. زیبای سیاهه. الان ما داریم این جاده زیبا رو تو مسیر دوچرخه سواری میریم تا برسیم به این دریای سیاه و زیبا و کنارش موزیک بذاریم و یه حال اساسی با رفقای فرازمینیمون داشته باشیم. جان دلشون میخواد خوب بیا جور کن سری تو که بامبول بود بدایی تا لحظ تو بیراندو جفا راست سیخش خیلی بهش میاد این نیختش عرق زباک ریختی بش دوستش روز کرد دیسلیدش میریسیم سری پرنش بکنی دیرش دست جمع
باکالا. بله دوچرخش خراب شد، تیم پشتیبانی سریع براش عوض کرد. اون ماشینی که اون پشت داره میاد تصویر میتونه اجماع کنه. اون ماشینی که از پشتمون داره میاد مشکیه، اون تیم پشتیبانی مونه که توش دوچرخه زاپاس اینا هست که اگه احیانا دوچرخه خراب شد یا چیز سریع عوض کنه. بذاریم حال کنه. Mano clap clap, baby pam pam, ya yo soy fan de tu chat chat. Mano clap clap, baby pam pam, ya yo soy fan de tu chat chat. Mano clap 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 clap.
دمتون گرم که اینقدر خفنی. دمتون گرم. دمتون گرم. مرسی مرسی. شما رو نمیبینم. مرسی. بوس به کله همه فرازمینای خفن درجه 1. استارت ایستگاه اول وایسادیم، یک انرژی خفن از طبیعت گرفتیم، یه زومبا زدیم با یاسی جون و یه ذره با طبیعت حال کردیم، عکس گرفتیم، ویدیو گرفتیم، میریم برای ایستگاه دوم. لیتس گو. اون وایدی که تو الان گرفتی والا هر کی ببینه میگه کجاش خوشگله. اینو بزن حالا خدا رو شکر. جانه واقعا با موتور 4x4 فردا بنزین رو گفتیم پر بکنه، میخوایم با این بریم ساحل. تو مسیر دوچرخه سواری این سری ماشین رو یاسی جون زحمت میکشه میاره، من این موتور جذاب رو ببین، موتور جذاب میارم با دوچرخه سوار میریم تا دم برکه برمیگردیم دریای سیاه. یه دبه خیلی مسافر کشی میکنی؟ آقا بنک یه نفر. فرشاد فقط نشین. فرشاد فقط نشین. فرشاد فقط نشین. آقا بودو درکه 2 نفر. فرشاد فقط نشینی یا فقط مسافر کشی چند نفری چند؟ قراره که با تصویر بردار جذابم بهار جان حسن با این موتور 4 چرخه با 2 چرخه بریم دم سیاه. بیا بالا
اول تو بشین برو بالا ماری کلا زن منو دهن نیافتی با کلا اینا نداشتی؟ نه همه چی اوکی بیا دیگه که داری بیا بر خودتو از قصد بنداز زمین من دیگه بگیرم بریم خونه بخرم Let's go. پروگرام پرایوت واسه شما دوتاست. اینجوریه پروگرام اسپشیال واسه آدمای اسپشیال قبوله؟ خدا رو شکر ما امیرینا هم اونجا منتظرمون. حله برو لیتس گو عزیزم تو منو روانی کردی اکستاسی نمیدم باد فرصت رو از دست حتی من کوکزن بدمست نمیخورم حتی قرصم و از قصد تانود تنور آیفون 10 من هست نمیخوام برام فتوشاپ بشی چون نمیخوام ایشق تو رو ساختگی کوکو پاف بشی برام جوکو فام بشی چون دنیا بود که تو رو جلو پام کشید افتاده هر جا کرست شلوار به میگی گوش میدم کرست 100 بار باز میدی جواب چو هر بار سنپچت میکنی تو پستش شب لایک ولی میدونم که دلت با منه تنها کسی که تو تلت آدمه زندگی بی تو قرصام نمیشه کدوم اون بود یه روز قول داد که میشه مریض بدتر معتاد به شیشه کاپلی که هیچ وقت فرسام نمیشه و بانی انکلاید مال 2 سال پیشمون امروز جلو ما دوتان کلیشه روحم اصلا لیبل نمیخوایم هر جایی ببین توی مسیر وایسادیم بچه ها دارن میرن واسه پارت بعدی دوچرخه سواری دم دریا سیاه نگاه کن کردیم نمون برامونم هیچ احساسی تو منو روانی کردی اکستاسی 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 تو منو روانی کردی جا وایسادیم یه چند دقیقه خانم فیلمبردار تصویر بگیره ولی خداییش صدای طبیعت جذاب بود تو صدای طبیعت صدای انسان ها داره میاد حالی داد چه آدرنالینی خالی میکنه لعنتی خیلی خوبه خیلی ببین من زندگیمو با موتور و اینا گذروندم دیگه عشقم آره و اصلا هر چیزی که موتور باشه میبینم اصلا از خود بی خود میشم دیگه نمیتونم بهش میگن مادر زنی چون که ما از زمین به وجود اومدیم بدن ما از خاک درست شد ولی 70% بدن ما از آب درست شد اون در حقیقت اگه این بکران سامن انجام میدارن احتمال 90% ما با هم وجود چون نسل اولیه ما تکثیری ما از درون اقیانوس ها و آبها درست شد این نسل نمیدونم که پشت زنده چون ما همه زنجیرهاییم ناجور زنده قبل از همه توی آبها درست میشه تشکیل بقا میده توی بیولوژیکی تغییرات توش به وجود میاد مدل‌های مختلف میشه بر حسب آب و هوا بر حسب گرم و سرما بر حسب متراژ ارتفاع و عمق آب اینا مدل‌های مختلفش درست میشه بعد از اینکه خشکیات اینا تقریبا بین 1 تا 4 میلیارد سال این اتفاق افتاده و بعد از تکامل یافتن و اومدن خشکی‌ها اینا آروم آروم روی خشکی‌ها یواش یواش میاد به زنده مثل گیاها مثل حیوانات درست شده که نسل ما از
حیوانات رسیده به انسان‌های اولیه، بعدش انسان‌های پیشرفته، بعدش انسان‌های با تمدن الان. یا تازه هنوز تو ماشین برات گفتم، تازه هنوز ما به تمدن یک نرسیدیم. تمدن یک تمدنی از نسل انسان‌ها هست، از نسل بشریت هست که میتونه قدرت انرژی کل کره خودش رو به دست بگیره. اون تمدن یکه که ما هنوز به اونم نرسیدیم. یعنی میتونه آب و هوا رو تغییر بده، میتونه مسیر رو تغییر بده، میتونه کل انرژی زمین رو کنترل داره. تمدن نوع دو کل انرژی ستاره منظومه شمسی رو تحت کنترل داره. قمریش مثل قمر ما میشه خورشید. تمدن نوع دو به غیر از کره‌ای که تو زندگی میکنه، سیاره‌ای که زندگی میکنه، انرژی اون ستاره هم که نزدیکش هست رو هم در دست میگیره. یعنی ببین چقدر خفن. ما هر چی میگیم جلوتر تمدنمون داره قوی‌تر میشه. فکر کن اون انرژی زنگ پیدا کنیم. حالا میرسیم به تمدن نوع دو، انرژی ستاره‌مون. اون تمدن نوع سه کل انرژی کهکشان خودش رو به دست میاره و اونها غالبا اون تمدن بین کهکشان‌ها زندگی میکنن و حتی میتونن جابجا بکنن، کلا برنامه‌ریزی کنن این کهکشان‌ها، این کجا سیارات باشن، کجا نباشن، چجوری حرکت بکنن و یه برنامه‌ریزی خفن انجام میشه. تمدن چهار تمدنی هستش که کهکشان‌ها رو کنترل میکنه. یعنی از فرای قدرت هست، اینا همه انرژی چیز میشه دیگه، پیشرفت میشه. ما الان این جسم رو داریم، این تمدن رو داریم. اگر مثلا بگم 100,000 سال پیش، 200,000 سال پیش، 300,000 سال پیش انسان رو می‌دیدی باورش نمی‌شد که مثلا همچین موبایل و همچین تجهیزات و همچین اتفاقاتی هست. چون دی ان ای اون نسبت به چرخش سیارات داره پیشرفت میکنه، تغییر میکنه، تغییر آسترولوژی میشه انجام میشه و ما داریم میرسیم به انسان آگاه‌تر و قدرتمندتر. این اتفاق به نحوی جلو تا ما به تمدن‌های بالاتر رسیدیم. یعنی رسیدن به تمدن نوع یک انسان‌ها که فقط قدرت انرژی کل 100% انرژی سیاره خودش رو به دست بیاره، از وسط گرفته تا رو کل انرژی رو دست بگیره. این من فکر میکنم الان 1000 سال وقت داره تا به اون نوع یکش تازه برسه. قشنگ راحت بین 500 تا 1000 سرعت این خیلی خفن داره پیشرفت میکنه. ولی فکر کنم 500 سالی که راحت داریم. حالا 1000 تا شاید بزن اغراق کردم. 500 سال داری، یعنی 7 نسل، 6 نسل، 5 نسل بعدتر از ما به تمدن نوع یک میرسن. بعد از اون سرعت‌ها مرکب میشه. وقتی تو قدرت سیارات رو به دست بیاری، آگاهی علم و تکنولوژی اینقدر خفن و بالاست که سریع میتونی اون رو آپدیت کنی برای گرفتن ستاره مثل خورشید، بعد آپدیت کنی برای گرفتن کل چیز منظومه قمری و کهکشان بعدی. یعنی خودتون هم میتونی آپدیت بکنی. اصلا بیا بهم بگو چیه جنس دل تو، کاشون همه طاقتی که تو داری و بدی من. نصف این خیابونا رو گرفتی از من، هر جا که میرفتیم با هم دوتایی و نمیرم. این 3 روز بیشتر با کدوم برنامه حال کردی؟ خیلی بهت حال داد. چرخ سواری خیلی عالی بود. در حضور همتون توی تور فرازمینیات دمتون من در اختیار